از خانه خدا یعنی حج میرن در تلفن سینمات کرده با دیگران گسل میکنن. درست است یا نه؟ خیلی مالش مردکش باشه مجنه کنو زنات های کو گناه های زنات رکلام کرده هر جون نپرتو نمی ای بای و بعضی تویان ده بعضی بچه های ناباب بار میکنه بعضی رقصای دخترای ما و شما گفته پافتست است همه لعنتت میکنن نکی کار خدا خواهد حج رفتی الله سیام کاری خودت خدا خواهد در تلفونه کد من اومده بچه هات ننشونت زنته زنی تا دیگه کس دیدنش گناه های نیاد نبرار تو تلفن ده شرط نه زنته رکلام مکره پافتند یا رکلام کردن ما و شما خدا خواهد انشاءالله این چیزا نکنی از این گناه های اینم با دخترها را با زنها را من مسوا میکنم من بعض سیدان نفرت میکنم بعضی خدا که با گناه قبل رکلام که پرتافته سه یا دیگر این عیب عزیزانی من شما باید عیب پوش باشین خدا خواهد یا کم کشلاک خدا خواهد سیر شم ببراری کی رحمتت میگه کی برعکس خدا خواهد کامنتاری ها من میخونم بعضی دختر پافتسین در تیوی همون حتی که بلاگ را دعای بد دارن مرای روزت که سیری قشلاق تبراری مرای روزت که باید نکنه چیزا خوارید نکنه برادرها التماس خدا خواهد چیزای خوب پرتا خدا خواهد انشاءالله چیزای گپای خوب نصیحت تونی پرتا لیکن چیزای ناباب نادرست نسبت آیله نسبت وی نپرتا خدا خواهد انشاءالله با شما باد صدای خدا آمانه شدن رو فراموش نکنید